بسم الله الرحمن الرحیم. نماز چاشتگاه دوها و فضل و اهمیت آن. حدیث شماره 137 از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: اولین چیزی که بنده روز قیامت به خاطر آن محاسبه می شود نمازش است. اگر نمازش کامل یافته و معلوم شود به صورت کامل نوشته می شود و اگر چیزی از آن ناقص باشد خداوند می فرماید: بنگرید و ببینید آیا نوافل نماز سنت برای بنده میابید تا با آن سنتش آن چراغی از نمازهای واجبش تباه و ناقص کرده برایش تکمیل شود. سپس سایر اعمال نیز به همین صورت و ترتیب محاسبه می شوند و من الله توفیق.